صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالي جئت لكي أدري. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می کنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم که حال همه شما خوب باشد. در خدمت شما هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که در این قسمت در خدمت مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم، کارشناس محترم برنامه. خدمتشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز انشاءالله خواهم بود. سلامت باشین. جناب استاد دیگه یک غیبت یک ماه تقریبا داشتیم و بعد از یک ماه اومدیم در خدمت برنامه زنده. سوالات معمول از SMS که فرستادن بینندگان آغاز میکنیم، اما قبل از اون بیننده در برنامه روخانی قرآن سوال پرسیدن که گفتن حکم گفتن صدق الله العلی صدق الله العظیم که اهل سنت میگن بعد از تلاوت قرآن و همچنین گفتن صدق الله العلی العظیم که برادران شیعه میگن بعد از تلاوت چیست؟ الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. جزء آداب تلاوت اونگونه که از قرآن کریم و احادیث و گفتار رسول الله صلی الله علیه وسلم و عمل صحابه ثابت است. این است که در ابتدای تلاوت قرآن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفته بشود که الله متعال می‌فرماید فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. این جزء آداب و سنن تلاوت و قرائت قرآن کریم هست که هم رسول الله صلی الله علیه و سلم پایبند این بودند و هم بقیه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما در مورد صدق الله العظیم گفتن یا صدق الله العلی العظیم گفتن هیچ گونه نصی در این مورد نه در قرآن وجود دارد و نه در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی صدق الله العظیم گفتن جزء آداب تلاوت قرآن نیست و کتاب‌های فقهی هم که آداب تلاوت را ذکر کردن این مورد را ذکر نکردن، زیرا که نه در قرآن اومده و نه در سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم، سنت قولی یا سنت فعلی و عملی رسول الله صلی الله علیه وسلم از این اثری نیست. و در قرون مفضله یعنی در زمان رسول الله، در زمان صحابه، در زمان تابعین این مسئله یک مسئله بی سابقه هست، یعنی یک امر جدیدی هست و یک بدعتی هست که در واقع اضافه شده و جزء آداب و سنن تلاوت قرآن شمرده نمی شود. و این که معنی جمله این است که صدق الله العظیم یعنی الله متعال راست می‌فرماید. در این هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد که کلام الهی راست هست و ما باید تصدیق بکنیم کلام الله متعال و الله را، و تکذیب الله متعال کفر هست. یعنی قطعا هر مسلمانی اعتقاد بر این دارد که الله متعال راست می‌فرمایند و وقتی که آیات قرآن رو ما تلاوت می‌کنیم قطعا اعتقاد به صداقت و راست بودن این آیات الهی رو ما داریم. اما این که بعد از این که تلاوت تمام شد صدق الله العظیم بگوییم این از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نیست و در قرون مفضله چنین امری وجود نداشته. پس بنابراین جزء آداب تلاوت قرآن هم نیست. انسان باید از این مواردی که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوده و جزء آداب تلاوت قرآن نیست باید سعی بکنیم که پرهیز بشود. منتها مردم نمیدونن بنابر چه دلایلی عادت کردن وقتی که تلاوت قرآن رو خاتمه میدن صدق الله العظیم میگن. این نه لازم هست و نه سنت هست و نه تنها که واجب نیست و حتی از آداب تلاوت قرآن و ادب تلاوت قرآن هم در واقع شمرده نمی شود. و زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم و دیگر صحابه تلاوت میکردن بعد از تلاوت قرآن هیچ چیزی رو نمی گفتن.
روایت مشهوری که حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه برای رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن رو تلاوت فرمودند. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم خواستند که به صورت تلاوت رو تمام بکنند فرمودند حسبک، بس هست. نگفتن بگو صدق الله العظیم، یا در روایت نیومده که ایشان گفته باشند صدق الله العظیم، یا هیچ کسی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس بنابراین این نه سنت هست و نه لازم هست و نه جز آداب قرآن هست و نگفتن این جمله اولاتر و بهتر هست به خاطر دوری از بدعت گذاری. و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم به ما دستور دادند هر کاری رو که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم سنت نبوده و جز آداب تلاوت قرآن نبوده، قطعا امروز هم جز آداب تلاوت یا مسنون شمرده نمی شود. جزاکم الله خیر. بیننده ای از طریق اسمس پرسیدن که اگر پول را در بانک بگذارن و از سود آن استفاده بکنن آیا گناه هست یا نه؟ در این هیچ گونه شکی نیست به اتفاق فقهای مذاهب اهل سنت و الجماعت که این یکی از موارد ربا هست. الله متعال در قرآن کریم و رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث گوهربارشون ما را مکررن از خوردن ربا و استفاده از مال ربا برحذر داشتند. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آورده اید تقوا داشته باشید، یعنی تقوا رو پیشه بکنید، از الله متعال بترسید و موارد ربوی رو ترک بکنید. باقی مانده ربا رو الله متعال به ما دستور داده که ترک بکنیم و رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث متعددی رباخواران رو در واقع نفرین کردند. کسی که ربا میخورد، کسی که ربا میدهد، کسی که شاهد و کاتب ربا هست و ضامن ربا هست، تمام اینها در نفرین رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع شامل خواهند بود. پس بنابراین این به هیچ عنوان جایز نیست که از سود بانکی استفاده بکنند و اساسا نباید انسان پولش را در یک جایی، در یک بانکی به منظور این که از آن سودی و بهره عایدش بشود نباید که در چنین جایی پول را بگذارند. اگر مثلا در یک جایی هستند که امنیت وجود نداره، هیچ جای امنی برای نگهداری پول و اموالشون نیست جز بانک‌های ربوی، جایز هست که صرفاً برای حفظ اموال پولهایشون رو در بانک بگذارند. اما سودی که عایدشون می شود این سود یک سود حرامی هست، سود و ربا شمرده می شود. باید به یک صورتی آن را دفع بکنند، نه اینکه آن را بگیرند از آن استفاده بکنند یا به قصد گرفتن سود مالشون رو در بانک بگذارند و بالفرض اگر وامی هم فایده و سودی روی پولشون آمد بهترین است که این رو دفع بکنند به افرادی که نیازمند هستند بدهند، نه به نیت این که صدقه و کار خیری رو احسانی رو کرده باشند، بلکه به خاطر دفع رباخواری و دفع این ربا از اموال خودش این رو باید به فقرا و مساکین و کسانی که نیاز دارند این رو باید بدهد. تشکر میکنم از شما. بیننده دیگری پرسیدن که ریش گذاشتن چه حکمی دارد و آیا در قرآن در این زمینه آیه‌ای آمده است یا نه؟ در مورد گذاشتن ریش قول جمهور اهل سنت و الجماعت و مذاهب اهل سنت و الجماعت این است که جزء واجبات شرعی هست و تراشیدن ریش جزء به اصطلاح امور حرام و ناجایز هست. مذهب امام ابو حنیفه، امام مالک، امام احمد و حتی برخی از فقهای شوافع به اصطلاح معتقد بر این هستند که تراشیدن ریش در واقع حرام هست و در این زمینه روایات متعددی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده که به ما دستور دادند که محاسن و موی صورت رو نگه داریم، همان گونه که خود رسول الله صلی الله علیه و سلم در شمایلیشان ذکر شده که محاسن خودشون رو بلند نگه می داشتند و همچنین از اقوال رسول الله صلی الله علیه و سلم روایات متعددی هست. من جمله حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند خالف المشرکین احفوا الشوارب و اعفوا اللحى، که با مشرکان شما مخالفت بکنید، سبیله ها را کوتاه بکنید و محاسن و ریشتان را بلند نگه دارید. اعفاء اللحى به معنی آزاد گذاشتنش هست، بلند گذاشتن لحیه و ریش هست و این جزء آداب شرعی و جزء واجبات شرعی هست
منتها در صورتی که به اصطلاح محاسن و ریش کسی پراکنده باشد، بیش از حد به اصطلاح بلند باشد، از عمل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده که به حد یک قبضه آن را کوتاه می‌کردند. قبضه یعنی به اندازه یک مشت، که وقتی که ریش رو مشت بکنن اضافه از این مشت رو، هر چی که اضافه باشد این رو بگیرند. این از عمل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست. از حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه، از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه و عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ثابت است که به اصطلاح محاسن و ریشی رو که بیشتر از یک قبضه بود، بیشتر از یک مشت بود، این رو کوتاه می‌کردند. پس بنابراین اصل حکمش وجوب هست، نگه داشتنش واجب هست، تراشیدنش حرام هست و بنابر مناسبتی و خصوصا در هنگام به اصطلاح حج و عمره از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است که به اندازه قبضه، یک فراتر از یک مشت و قبضه، موی صورت خودشان را کوتاه می‌کردند. درست. جزاکم الله خیر. در اینجا در اتاق فرمان خواهش میکنم که شما تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن و بینندگانی که قصد دارن تماس بگیرن سوالاشون را به صورت مختصر و آماده داشته باشن تا زیاد وقت برنامه گرفته نشه و بتونیم سوالای بیشتری را از بینندگان بگیریم. تشکر میکنم از شما. بیننده پرسیدن که شخصی به نام پیامبر صلی الله علیه و سلم قربانی میکند، آیا این قربانی جایز است یا خیر؟ اصل بر این است که هر عملی رو که ما انجام میدهیم خواه ناخواه به رسول الله صلی الله علیه و سلم ثواب میرسد، یعنی بخشی از ثواب به ایشان خواهد رسید بدون اینکه از ثواب ما چیزی کاسته بشود، زیرا که این دین و این احکام از جانب رسول الله و توسط رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما رسیده و دال علی الخیر کفاعله، و آن کسی که به اصطلاح سبب خیر شده به اونم در واقع ثواب میرسد بدون اینکه از ثواب عاملان بر این خیر چیزی کاسته بشود. این یک اصل هست در شریعت اسلامی. از جنبه دیگر در آیات و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ما موردی رو نداریم که اساساً قربانی کردن برای مرده را یا قربانی کردن برای رسول الله صلی الله علیه وسلم رو به عنوان یک حکم شرعی برای ما اثبات بکند. رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که قربانی ذبح می‌کردند از خودشون و از آل خودشون، یعنی هیچگاه ثابت نشده که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای همسرشون حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها که قبل از ایشون فوت کردند یا دخترانشون یا بقیه خویشاوندانشون حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه مثلا قربانی جداگانه ای رو ذبح کرده باشند، بلکه وقتی قربانی رو ذبح می‌کردند می‌فرمودند که هذا عن محمد و آل محمد، این قربانی محمد و آل محمد است. در آل محمد قطعا مرده و زنده شامل هستند. پس بنابراین لازم نیست و ضرورتی هم ندارد که ما در هنگام قربانی نام مرده رو بگیریم یا اینکه در واقع یک قربانی جداگانه برای مرده ما ذبح بکنیم. همین که قربانی رو ذبح کردیم گفتیم که از جانب ما و خویشاوندان ما، آل ما، خانواده ما هست، این در واقع کفایت می‌کند. و در این زمینه روایتی هست از حضرت علی رضی الله تعالی عنه که در سنن ترمذی هست که این روایت از نظر سندی یک مقدار اشکالی رو داره که حضرت علی رضی الله تعالی عنه بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم برای رسول الله صلی الله علیه وسلم در واقع قربانی می‌کردند و در روایت ابو داود همین روایت به عنوان لفظ وصیت آمده. بالفرض اینکه این روایت هم صحیح باشد، عرض کردم که از نظر سندی اشکال دارد و بالفرض صحتش هم این در مورد وصیت هست. اگر مرده هنگام وفات خودش وصیت کرده باشه که برای من قربانی ذبح بکنن، در این صورت جایز هست و هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. اما اولاتر این است که در غیر موارد وصیت انسان به همان قربانی که برای خودش ذبح میکند مردگان رو هم در آن در واقع شریک بگرداند. این جزء سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم هم هست، اما قربانی کردن به صورت مستقل از مردگان از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نشده. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان آماده است و دوباره از بینندگان درخواست میکنم که سوالاشون رو مختصر داشته باشن و همچنین وقتی تماس وصل شد منتظر نباشن از صداشون از تلویزیون پخش بشه، بلافاصله از طریق تلفن به صحبتشون ادامه بدن. اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی لطفاً صحبت کنید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم.
سلام خدمت شما مولوی عبدالقدوس دیقان. ما یه جمعی نگران بینیم گفتیم شاید این برنامه رو برداشتیم. خدا شکر پس آمدین رو اونتین. سلامت باشین. تشکر. من یه تا سوال داشتم. بفرمایید. اولین سوالم اینه که تو افغانستان، من خودم افغانم، از تهران تماس میگیرم. بعد پدر چند تا بچه داره، بچه‌هاش مثلا همه زن خونه دارم. بعد یکی از بچه‌هاشون خود پدر که زنده یکی از بچه‌هاشون فوت میکنه، یعنی زن بچه پدر که زنده یکی از بچه‌هاش فوت میکنه، اون بچه‌ش هم زن داره بچه داره. بعد تو افغانستان میگم پدر که زنده باشه بچه‌ش فوت کنه اون بچه‌هاش بی‌نصیبم، یعنی این حقیقت داره یا نه؟ میخوام اینو شرعی میگم، این از توضیح بدین که ما بدونیم. سوال واضح است. سوال بعدی هم اینه که نماز وتر اگر قضا شه قضایی داره؟ بعد سوال سومم اینه که نماز صبح سنت صبح هم قضایی داره؟ حالا تا چی ساعتی آدم بخونه قضاییش درسته یا نه؟ سنت صبح. بعد سوال چهارم هم اینه که پیغمبرای ما خصوص حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و تمام پیغمبرا و ائمه آیا اینا همه عرب بودن یا نه؟ درست. تشکر از شما. ممنون. و تشکر به خاطر اینکه سوالاتون هم مختصر بود. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستم. برادر عزیز شما را از کشور روسیه نورم قدسی. سلامت باشین. در خدمت شما هستم. سوال چون است ما یک امام داریم نماز ظهر و نماز عصر با لباش تکان نخورده که میخوند، نماز درست میشد یا نه؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ و سوال دیگر که ما جای مقیمون بعض وقت میشه که با سفر میبریم نقلیات راه قطعی امکانیت برای ما کردن نماز خوندن چگونه ما نماز در چه حالتی؟ دوباره پرسین؟ در حالتی که ما ماشین راه قطعی اتوبوس هستن که ماشین راه در اختیار ما نیست. بله اتوبوسی نیست. سفر میبریم راه دورتر است، سفر نماز وقتش میشود من کده نمیتونیم نماز چگونه بخونیم. درست. سوال واضح؟ بله. یعنی مثلا در اتوبوس هستین در روسیه، ماشین برای نماز نمی ایستد، الان چجوری نماز بخونین؟ حکم این نمازها چی میشه؟ بله. سوال دیگه هم دارین؟ نیت. تشکر از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. شبتون بخیر. وقت سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. ببخشید مزاحمتون میشم. یک دو تا سوال برام بپرسید. اومده سوال اولتون؟ یکی که ما دیروز در فیسبوک دیدم که یک شهیدی بود که دست یک آدم زنده رو نگه داشتید محکم دارید. یکی من چه چیزی؟ یک دیگه چند روز پیش در افغانستان یک آدم کشته شده بود که همون شهید دست یک آدم زنده رو نگه داشتید محکم گرفتید. شهید دست آدم زنده رو نگه داشته؟ آره. سوال بعدی؟ سوال بعدی ما این است که این نمازهای نفل ما میتونیم که قبل از نماز صبح بخوانیم؟ مثلا نماز صبح را میشیم نماز نفل را قبل از چه نمازی بخونید؟ قبل نماز صبح. قبل از نماز آره 2 رکعت سنت فرض مثلا. منظورتونه که وقتی که امام داره نماز میخونه نماز صبح را بسته بعد شما نماز نفل بخونید؟ در این حالت سوالتونه دیگه؟ ما بعد نماز صبح که روا میشه مثلا میشه که خواند، یعنی اقامه شده دیگه بعد شما بخونید در حالی که امام داره نماز فرض میخونه. این سوالتونه؟ انشاءالله توضیح میدم. نه خیلی مثلا در خانه نماز میخوانم، صبح که نماز میخوانم 2 رکعت قبل از 4 رکعت نمازم 2 رکعت نماز نفل میخوانم. بله. درسته یا نه؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه خیلی نه. انشالله. تشکر از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشین. در خدمت شما هستم.
عرض سلام خدمت شما و استاد گرامی. میخواستم یه سوال شرعی داشتم. میخواستم ببینم موقعی که قسم قرآن بخوره بعد این اشتباه به قول من دوباره تکرار بکنه، این قسم بخوره که این کارو نمیکنن دوباره این کارو انجام بده، حکمش چیه؟ یعنی میخواستم حکمش بدونم. درست. این حکم شکستن قسم دیگه. بله قسم به قرآن. درست. سوال دیگه هم دارین؟ با تشکر از شما و استاد. سلام علیکم. تشکر از شما. ممنون. خدا نگهدارش. خدا نگهدارتون. سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سید رحمان هستم از تاجیکستان تماس میگیرم. در خدمت شما هستم. سوال من چنین است که همین پیشاب شتر را همراه شیرش آمیخته ساخته همراه کرده بیمار بنوشد، آیا جایز است؟ پیشاب آیا نجس نیست؟ سوال دیگه هم دارین؟ نه سوال دیگر ندارم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله پاسخ دریافت میکنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. آقا من سوال داشتم خدمت شما. در خدمت شما هستیم، بفرمایید. آقا من کارم هر روز مثلا 100 کیلومتر از شهر دوره، از شهر خودم. این نمازم چجوری مثلا بخونم؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ جمع کنم مثلا؟ نه همین است. سوال واضح است، ان شاء الله پاسخ دریافت میکنید. سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی شما رو خط هستین، لطفا صحبت کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم. ما از تاجیکستان زنگ میزنم. در خدمتتون من هستم. پرسیدنی هستم که از جای استقامت در کدام مسافه نماز قصر خوانده می شود؟ هم کیلومتر. درست. سوالی هم دارین؟ نه رحمت. تشکر از شما. آخرین تماس برنده رو بگیرین. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. برنده بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو. بفرمایید. صدا شما وصل، لطفا صحبت کنید. سلام علیکم، خسته نباشید. علیکم السلام، سلامت باشید. ببخشید من یه سوالی داشتم. بفرمایید سوالتون. الو. صحبت کنید، از طریق تلفن به صحبتتون ادامه بدین. صداتون داریم میشنویم. بله. سوالتون رو بپرسین لطفا. الو. بله ببخشید من خانواده پدر شوهرم و شوهرم انسان‌های با خدایی هستن. پدر شوهرم هم حاجیه. بعد من یه برادر شوهر دارم، خودش هم نماز میخونه، روزه میگیره، آدم با خداییه، فقط هر کی بهش میگیم ازدواج کن ازدواج نمیکنه. سنش هم 35 سالشه. بعد میگه نه من ازدواج نمیکنم، ولی خودمون شاهدیم، پدر شوهرم مادر شوهرم هممون شاهدیم که سر میاره تو خونه، یعنی رابطه نامشروع ایجاد میکنن. حالا میخواستم ببینم آیا حکمش چیه؟ مثلا من که شاهدم واسه درست. ظاهرا تماس بیننده قطع شد. بیننده عزیز، با این در اینجا با هم یک استراحت کوتاهی خواهیم داشت، دوباره باز خواهیم گشت و به سوالا پاسخ میدیم. انشالله دوباره تماس شما را وصل خواهیم کرد و سوالاتون را میگیریم. با هم باشین.
بیادت ای گل زیبای هستی، سرشت جمله خوبی های هستی، سرود عشق و از دل می سرایم، دل و جان را فدایت می نمایم، سرود عشق و از دل می سرایم، دل و جان را فدایت می نمایم. بیادت من غمین و زارم ای دوست، چو مرغی در قفس بیمارم ای دوست، دلم را ابرهای غم گرفته، بیادت دیدگانم نم گرفته، دلم را ابرهای غم گرفته، بیادت دیدگانم نم گرفته، بیادت دیدگانم خون فشان است، ز هجرت مرغ قلبم در فغان است، خیالت از سرم اغلب رباید، مرا فکر تو مجنون می نماید، خیالت از سرم اغلب رباید، مرا فکر تو مجنون می نماید. تو هستی مهربان تر از گل یاس، نسیمی جان فزا در اوج احساس، نشانی از گل آلال داری، به قلبت داغ صد حلال داری، نشانی از گل آلال داری، به قلبت داغ صد حلال داری. بیادت ای سر و دندان شکسته، شکم را با سلاح سنگ و بسته، فرستادم به یاد تو سلامی، به سبزی بهاران احترامی، فرستادم به یاد تو سلامی، به سبزی بهاران احترامی. بیادت شام مکه رنگ خون است، بگاه سرخ یثرب لاله گون است، پرستوهای طائف برشکسته، نفسهای غناری گشته خسته، پرستوهای طائف برشکسته، نفسهای غناری گشته خسته. در این عالم تو قربانی بدادی، در ایمان به روی ما گشادی، هزاران جان ما قربانت ای دوست، فدای دین جاویدانت ای دوست، هزاران جان ما قربانت ای دوست، فدای دین جاویدانت ای دوست. رسول الله توی محمود هر دل، توی سر منزل مقصود هر دل، درود قدسیان بر روح پاکت،
درود قدسیان بر روح پاکت، بیاران شهید سینه چاکت. درود قدسیان بر روح پاکت، بیاران شهید سینه چاکت. بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالي جئت لكي. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده پرسیدن که پدر چند تا فرزند دارد و اگر یکی همشون ازدواج کردن صاحب فرزند هستن، اگر یکی از این پسرها قبل از پدر فوت بکند، آیا بعد از مرگ پدر فرزند پسری که زودتر از پدر فوت کرده از ارث محروم میشن یا نه؟ در مورد این که اگر یکی از فرزندان قبل از پدرشون از دنیا برود آیا ارث میبرد یا اینکه ارث نمیبرد، باید توجه داشته باشیم به این که خود اصل میراث یا ترکه به مالی گفته می شود که زمانی که پدر یا شخصی فوت می کند و بعد از خودش یک مالی را به جا می گذارد. ترکه هست، میراث هست، یعنی مالی که بعد از خودش به جا میگذارد. تا زمانی که این پدر یا هر کسی دیگر زنده هست مالش ترکه نیست، میراث شمرده نمی شود، بلکه خودش اختیار مال خودش رو دارد. بعد از این که از دنیا رفت، بعد از آن این اختیار مال به عنوان میراث به فرزندانش و به بقیه وارثانش بر اساس آن چیزی که در قرآن و حدیث اومده در واقع تقسیم می‌گردد. اما اگر کسی قبل از مورث در واقع از دنیا برود، در این صورت ارثی رو نمیبرد، جز موارد نیست. یعنی اگر پدری از دنیا رفت و بعد یعنی در زمان وفات پدر یا هر کسی دیگر یا فرزندانش که زنده بودن، آن فرزندانی که زنده هستند جز وارثان هستند، آنهایی که قبلا مردن جز وارثان شمرده نمیشوند، یعنی از میراث سهم مشخصی را ندارند. اما اگر همه وارثان توافق کردند که به اصطلاح برادرزاده هاشون یا خواهرزاده هاشون، اون برادر و خواهری قبلا فوت کردند، یک چیزی رو بدهند، هیچ گونه اشکال شرعی نداره، بلکه این جزء صله رحم شمرده می شود. یا حتی اگر پدر قبل از وفات خودش یک بخشی از مال خودش رو وصیت بکند برای نوه‌هایی که پدرشون در واقع از دنیا رفته، این کار شایسته‌ای هست و به عنوان صله رحم شمرده می شود. اما اگر بقیه وارثان راضی نباشند یا این که پدر وصیت نکرده باشه برای نوه‌هایش، اون فرزندی که قبل از پدر فوت کرده، فرزندان اون یا نوه‌های در واقع در صورت وجود فرزندان دیگر میراثی رو نمیبرند. جزاکم الله خیر. آیا نماز وتر و نماز سنت صبح قضایی دارند یا نه؟ اصل بر این است که انسان باید تا جایی که ممکن هست مواظبت بکند بر نمازهای سنت یا نمازهای واجب مانند وتر که در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جز نمازهای واجب هست و در نزد جمهور اهل سنت و الجماعت هم نماز وتر و هم نماز سنت فجر، سنت صبح جز مؤکدترین سنت ها هستند، جز آکد و سنن هستند. پس بنابراین انسان باید بیشتر از موارد دیگر و بیشتر از سنت های دیگر باید
پایبند نماز وتر و نماز سنت قبل از فجر باشد. و در صورتی که قضا شد، یعنی کسی خواب افتاد و نتونست که نماز وتر رو بخواند یا نتونست که نماز سنت قبل از فجر رو بخواند، فقط به نماز فجر رسید، در این صورت واجب نیست که نماز رو دوباره اعاده بکند. این قضا آوردنش و اعاده کردنش لازم نیست. قضا آوردن نماز وتری که فوت شده یا سنت فجری که فوت شده قضا آوردنش واجب نیست، اما جایز هست و از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است. و در مورد نماز وتر وقتی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم فوت میشد و میخواستن در روز اون رو قضا بیاورند، این رو به صورت وتر، اینو به صورت زوج به جا می آوردند. یعنی 3 رکعت وتر اگر عادت کسی بوده شبا میشه نماز وتر میخونده، یک شبی بالفرض اگر خواب افتاد نتونست که نماز وتر رو به جا بیاورد، فرداش اگر خواست جایز هست، اگر خواست قضاش را بیاورد به صورت 4 رکعت، یعنی نماز وتر رو قضا بیاورد، یعنی به جای 3 رکعت 4 رکعت بخواند که نماز وترمون مخصوص نماز در واقع شب هست. و همچنین نماز سنت فجر رو اگر قبل از نماز فجر نتونست که نماز سنت فرض نتونست که سنت رو بخواند، جایز هست که بعد از نماز اون رو بخواند. بعد از نماز فجر قبل از طلوع آفتاب هم جایز هست که نماز رو دوباره بخواند، یا اینکه صبر بکند بعد از طلوع آفتاب که به صورت متفق علیه، یعنی در میان تمام علما هیچ گونه اشکالی رو ندارد در این صورت که در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بعد از نماز فجر تا طلوع آفتاب خواندن هیچ نمازی جایز نیست، ولی اینکه نماز سنت فوت شده خود فجر باشه یا نماز ذوات الاسباب باشه. اما بعد از طلوع آفتاب دیگه هیچ گونه اشکالی وجود ندارد، میتواند که بعد از طلوع آفتاب دوباره سنت فوت شده فجر رو هم قضایی بیاورد. سپاسگزارم از شما. آیا همه پیامبران از عرب بودند؟ نه، تمام پیامبران عرب نبودند و الله متعال هر پیامبری رو که مبعوث میکرده برای یک قوم خاص و مشخص اون رو در واقع مبعوث میکرده، به جز رسول الله صلی الله علیه و سلم که پیامبر تمام در واقع جهانیان هست. و الله متعال میفرماد و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم. از این آیه فهمیده میشود که الله متعال هر پیامبری رو که میفرستادند و مبعوث میکردند به زبان خود اون قوم در واقع مبعوث میکردند. یعنی این که تمام انبیا عرب نبودند، زیرا که غیر از عرب اقوام دیگری هم بودند و قطعا پیامبرانی که برای اونها مبعوث شدند هم زبان خودشون بودند. جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن که امامشان که در مسجد هست نمازهای ظهر و عصر را بدون تکان دادن لب میخواند، آیا درسته نماز خواندن؟ آن چیزی که در نماز به عنوان فرض هست قرائت هست. یکی از ارکان نماز قرائت در نماز هست، یعنی اینکه انسان باید در نماز یک چیزی رو بخواند، یا قرائت مثلا مطلق قرآن کریم اونگونه که در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هست یا مذهب جمهور اهل سنت و جماعت که قرائت فاتحه جزء ارکان و جزء فرایض نماز هست و بدون قرائت یا بدون قرائت سوره فاتحه نماز به هیچ عنوان جایز نیست. و بحث قرائت تنها یعنی قرائت به یک چیزی گفته می شود که انسان یک چیزی را بخواند، یعنی با صدا بخواند، یعنی همراه با حرکت لب و زبان باشد و یک صدای آهسته‌ای هم در واقع تولید بشود. حد اقل قرائت را این گفتند که انسان خودش صدای خودش رو بشنود، یعنی لبها باید حرکت بکند، لب و زبان حرکت می کند و یک صدای تولید می شود. منتها این صدای خفیه‌ای هست، یعنی با صدای آهسته می کند. بدون صدا خواندن ممکن نیست. حتما در تلفظ الفاظ و مثلا تلفظ حروف از مخارج حروف وقتی خارج می شوند یک صدای حتما تولید می شود و این صدای خفیه‌ای هست. و حداقل قرائت اون قرائتی هست که با صدا باشد، به گونه‌ای که خود قاری و اون کسی که نماز میخواند یا تلاوت میکند خودش صدای تلاوت خودش را بشنود. این که انسان در قلب خودش یک چیزی را مرور بکند، در قلب خودش چیزی را مرور بکند، یعنی لب روی لب گذاشته، نه لبش نه به اصطلاح زبانش تکان نمیخورند، فقط یک مرور قلبی هست، در ذهن خودش سوره فاتحه را میخواند یا قرائتی میخواند، این از نظر شرعی قرائت شمرده نمیشود.
قرائت شمرده نمی شود. وقتی قرائت شمرده نمی شود معنیش این است که یک رکنی از ارکان نماز در واقع کم هست و وقتی که رکنی رو انجام نداده نمازش باطل هست. نمازی که در آن قرائتی صورت نگرفته این نماز باطلی هست و دوباره باید اعاده بشود و قرائت حد اقلش این است که انسان خودش صدای خودش رو باید بشنود و بدون حرکت دادن لب و زبان امکان ندارد که قرائتی صورت بگیرد و آنچه که در قلب اتفاق می افتد آن را یعنی قرائت شمرده نمی شود و اصلا حسابم نمی شود. نه قرائت شمرده می شود و نه حساب می شود. به طور مثال در احکام فقهی ما داریم که اگر کسی در قلب خودش زنش را طلاق بدهد بر زبان نیاورده فقط در قلب خودش میگوید که زنش طلاق هست تا زمانی که بر زبان نیاورده اصلا در واقع شمرده نمی شود و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الله تجاوز عن امتی اما حدثت به نفسها و اون چیزی رو که حدیث و نفس هست یعنی انسان خودش با خودش داره صحبت میکنه بدون اینکه لب و زبانش حرکت بکند اون رو الله تعالی معاف کرده. اگر کفری بگوید کافر نمی شود، اگر زنش را طلاق بدهد زنش طلاق نمی شود، زیرا که یک خواطری هست، حدیث و نفس هست، فقط یک حرفی هست که با خودش زده، با زبان و با لب این حرف رو در واقع نزده. و قرائت هم مثل این هست، یعنی اگر کسی قرائت رو با لب بسته و دهان بسته و بدون حرکت لب و زبان بخواند این از نظر شرعی قرائت شمرده نمی شود، حدیث و نفس هست و یک مرور قلبی هست که به هیچ عنوان کفایت نمی کند. حتما در هنگام نماز باید قرائت صورت بگیرد و قرائت همراه با حرکت زبان و لبها صورت میگیرد. جزاکم الله خیر. بیننده که گفتن که در کشور روسیه زندگی میکنن، گفتن وقتی که در بین شهری به جای سفر میکنیم با اتوبوس ها و ماشین های دیگه، گفتن خب راننده برای نماز نمی ایستد. تکلیف این نمازها چیست و چگونه بخونیم؟ در صورتی که به اصطلاح اتوبوس یا وسیله‌ای که با آن مسافرت می‌کنند در اختیار خودشان نیست و نمی‌توانند که سر وقت نماز بخوانند، بهترین راه در این صورت همون جمع بین صلاتین هست، یعنی دو نماز را یک جا بخونند. نماز ظهر و عصر را با هم بخونند و نماز مغرب و عشا را با هم بخونند. این از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است. شما ساعت حرکت را تنظیم بکنید. وقت اذان ظهر بالفرض که اگر شما میخواید حرکت بکنید، میدانید که نماز عصر به اصطلاح اتوبوس شما نگه نمیدارد برای نماز خواندن، قبل از حرکت نماز ظهر و عصر را بخونید. یا میدانید که آخر وقت عصر به طور مثال به مقصد میرسید، میتونید که نماز ظهر را که در اتوبوس هستید ظهر و عصر را به تأخیر بیاندازید و در آخر وقت نماز عصر بخوانید. و همچنین نماز مغرب و عشا را می توانید که در اول وقت مغرب نماز مغرب و عشا را بخوانید، دوباره سوار اتوبوس بشوید و تا صبح میتونید که ادامه مسیر بدهید، یا اینکه صبر بکنید در آخر وقت نماز مغرب و عشا را با هم بخوانید. بهترین سفر، بهترین کار در این زمینه همین جمع بین صلاتین هست که جمهور اهل سنت و الجماعت به آن معتقد هستند و روایاتش هم روایات صحیح است. تشکر از شما. بیانه گفتن که در یک فیلمی کلیپی دیدن که یک شهید دست انسان زنده رو نگه داشته، درسته؟ بیچ عنوان از نظر شرعی به اصطلاح تصویر یا فیلم یک مدرک شرعی شمرده نمی شود، یعنی مورد استناد قاضی دادگاه بیچ عنوان نمی تواند باشد و یک جرمی رو ثابت نمی تواند بکند، زیرا که ما می دونیم که دخل و تصرف و تغییر در این زمینه بسیار راحت و عادی هست. و بالفرض هم که درست باشد که یک فردی فوت کرده باشد و دست یک انسان زنده را محکم نگه داشته باشد. از نظر عملی وقتی که انسان فوت می کند در هر حالتی که باشد در همان حالت در واقع بدنش خشک می شود. یعنی اگر دست یک مرده قبل از این که از دنیا برود بسته باشد، محکم باشد و وقتی بعد از مرور زمان خود به خود این مچ در واقع به همین صورت باقی می ماند و دوباره باز نمی شود، یا اگر پایش خم باشد به همین صورت در واقع باقی میماند. به خاطر اینکه از آداب مرده در واقع کسی که در حالت احتضار هست این است که دست و پای اون رو راست بکنیم، یا اینکه وقتی که از دنیا میرود چشمه‌هاش رو دوباره به هم برسونیم، ببندیم و دهانش رو ببندیم، به خاطر اینکه میت بر همون حالتی که از دنیا برود به همون حالت در واقع بدنش باقی میماند، دوباره راست نمیشود. شاید یک فردی قبل از وفات خودش دست کسی رو گرفته و بعد از اینکه فوت کرده بدنش خشک شده و دست اون فرد رو همچنان در دستش باقی مانده. این دلیل این میتواند باشد. جزاکم الله خیر. آیا میشود موقع نماز صبح علاوه بر سنت صبح نماز نفل دیگری هم بخونیم؟
نه، بعد از اذان فجر یا بعد از طلوع فجر دیگه نماز سنتی وجود ندارد. سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم این بوده که قبل از نماز فجر نماز سنت را، قیام اللیل را که برای رسول الله صلی الله علیه وسلم جز واجبات بوده میخوندند و بعد از اینکه فجر دمیده شد یا به تعبیری اذان صبح گفته شد، نمازی دیگر غیر از 2 رکعت نماز سنت به اصطلاح قبلی فجر وجود ندارد. فقط 2 رکعت نماز سنت هست، مگر در صورتی که انسان وارد مسجد بشود، بالفرض قبلا سنت فجر رو در خانه خوانده باشد و وارد مسجد بشود، میتواند که نماز ذوات الاسباب را بخواند، یا مثلا تجدید وضو کرد میتواند که سنت وضو بخواند، یا اینکه وارد مسجد شد میتواند که تحیت المسجد بخواند. اما نماز نفل بدون سبب جایز نیست، فقط همون 2 رکعت نماز سنت قبل از نماز فجر هست. درست، جزاکم الله خیر. کسی که قسم به قرآن بخورد اما کارش را تکرار بکنه، یعنی کاری که گفته که تکرار نکند و قسم خورده دوباره تکرار بکنه و قسمش را بشکند، حکمش چیست؟ در مورد قسم خوردن به قرآن، وقتی که نظر انسان این است که قسم به کلام الله متعال قسم خورده، قسم خوردن به کلام الله متعال، نه به اصطلاح خود مصحف، یعنی جلد و برگه های قرآن کریم که به عنوان قرآن معمولا شناخته می شود. قسم خوردن به کلام الله متعال جایز هست، زیرا که کلام یک از صفات الله متعال هست و قسم خوردن به نام و صفات الله متعال از نظر شرعی جایز هست و یک قسم شرعی شمرده می شود. و وقتی که انسان قسم میخورد، اولا نباید قسم بخورد مگر از زمانی که مجبور بشود. انسان نباید نام الله متعال را در واقع سبک بکند و مایه بازی بشود در الفاظ انسان که خواه ناخواه یا بدون اینکه اجباری باشه به هر مناسبتی قسم بخورد. این شایسته یک فرد مسلمان نیست. اما اگر کسی قسم خورد به نام الله متعال یا به صفات الله متعال که فلان کار را انجام نمیدهد یا فلان کار را انجام میدهد، باید بر قسم خودش تا جایی که براش ممکن هست ثابت باشد. و اگر نظری کرد یا قسمی خورد که فلان کار را انجام میدهد یا انجام نمیدهد، اگر آن کار خیری هست که قسم خورده که مثلا خویشاوندان خودش را نمیراد ملاقات نمی کند، صله رحم نمی کند، خب این قسم یک قسم به اصطلاح حرامی هست و این عمل حرامی هست. در این صورت باید قسمش را بشکند و این وفا کردن به قسم در چنین مواردی که منجر به یک کار غیر شرعی هست به هیچ عنوان جایز نیست، بلکه حکم شرعی است که قسم را باید بشکند، به جایش کفاره بدهد و اون کار رو در واقع انجام بدهد. و اگر کسی قسم خورده بود یک کاری رو انجام نمیدهد و اون کار رو انجام داد یا به تعبیر عامیانه قسمش رو شکست یا اینکه خانث شد، حکمش این است که باید کفاره بدهد. قسم هایی که به اصطلاح یعنی تکیه کلام انسان هستند، این قسم ها رو الله متعال مؤاخذه نمی کند. مثلا مردم در کلامشون والله فلان جا رفتم، والله فلان کار رو انجام دادم، هدفش قسم خوردن نیست، فقط به عنوان یک تکیه کلام در اومده، این به عنوان قسم نیست، این قسم لغو هست که الله متعال میفرماید که لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، که الله متعال قسم های لغوتون رو، این قسم هایی رو که تکیه کلام شما هست، به قول حضرت عایشه بلا والله لا والله هست، اینها رو الله متعال به شما مؤاخذه نمی کند، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اما قسم هایی رو که شما دیده و دانسته خوردید و برای اثبات یک حرفی خوردید، برای مصمم بودن خودتون قسمی رو یاد کردید، در این صورت الله متعال شما رو مؤاخذه می کند برای این قسم ها. یعنی اگر قسم خوردی و قسم رو شکستی، الله متعال شما رو مؤاخذه می کند و یک حکم شرعی هست، یعنی این که کفاره شرعی دارد. و کفاره قسم این است که 10 مسکین رو غذا بدهد یا 10 مسکین رو لباس بدهد یا اینکه یک برده رو آزاد بکند. این 3 مورد هستند در مرحله اول. کفاره قسم 2 تا مرحله داره، یعنی هم به صورت اختیاری هست و هم این که چند مورد هستند. مرحله اول مورد اختیاری هست، یعنی مرحله اول این است که شما انتخاب بکنید از غذا دادن 10 تا مسکین یا لباس دادن 10 مسکین یا اینکه یک برده رو آزاد بکنید. از این 3 مورد هر کدام مورد را که شما میتوانستید اختیاری هست، شما این رو هر کدام از این موارد که براتون راحت تر بود این رو پرداخت کردی، به عنوان کفاره شمرده میشن. در مرحله بعدی یعنی مستقیم شما نمیتونید برید سراغ مرحله بعدی، یعنی به هیچ عنوان برای این که شما کفاره قسم را بدهید اولین حکم این نیست که شما روزه بگیرید 3 روز رو،
بلکه در مرحله اول که اختیاری هست این است که 3 مورد از این مواردی رو که عرض کردم اینها یکی از اینها رو باید انتخاب بکنید، یعنی به 10 مسکین غذا بدهید یک وقت غذا، یا اینکه به 10 مسکین لباس بدید، یک تکه لباسی باشه، یک پیراهن باشه یا یک بلوزی باشه یا دستمال و لنگی باشه، هر یکی مواردی که به اصطلاح به عنوان لباس شمرده می شود، یا اینکه غلامی رو آزاد بکنید. و اگر نتوانستید در مرحله بعدی 3 روز رو باید روزه بگیرید. الله متعال می‌فرماید که ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفاره اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه. این 3 مورد اولی هست. فمن لم یجد فصیام 3 ایام. اما اگر کسی نتوانست بعد در اون صورت حکمش این است که 3 روز را روزه بگیرد. ذالک کفاره ایمانکم اذا حلفتم. این کفاره قسم های شما هست وقتی که قسم خوردید. درست. جزاکم الله خیر. بیننده دیگر پرسیدن که پیشاب شتر را با شیر آمیخته میکنن و به بیمار می نوشند. آیا این جایز است و آیا پیشاب شتر نجس است یا نه؟ از نظر به اصطلاح حکمی به اصطلاح شرعی در مورد ادرار حیوانات حلال گوشت به اصطلاح بسیاری از مذاهب اهل سنت و الجماعت نظرشون این است که عموما حلال هست، یعنی پاک هستند. یعنی ادرار و مطبوع حیوانات حلال گوشت رو در فقه اسلامی بسیاری از مذاهب مانند مذهب امام شافعی رحمت الله علیه و بقیه علما این است که اساساً نجس نیستند و جز موارد پاک شمرده می شوند. اضافه بر این در مورد ادرار شتر و استفاده طبی در مورد ادرار شتر در این زمینه روایت به اصطلاح ثابتی اومده از رسول الله صلی الله علیه و سلم در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست که قومی اومدند، یک گروه اومدن در مدینه منوره نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و آب و هوای مدینه سازگار نشد با اونها، نفخ پیدا کردن، معدهشون مشکل پیدا کرد و رسول الله صلی الله علیه و سلم اونها رو فرستاد به منطقه بیرون از شهر مدینه که شتران بیت المال در اونجا نگهداری میشدند و گفت که شما بروید از ادرار اون شترها و شیر اون شترها استفاده بکنید، هم این که بخورند و هم این که به اصطلاح استفاده ظاهری بکنند، بدنشون رو با آن چرب بکنند و استفاده بکنند و عملا این کار رو انجام دادند و شفا پیدا کردند و نهایتا اما اون افراد خیانت کردند، شتربان رسول الله صلی الله علیه و سلم رو کشتند، مسله کردند و فرار کردند. از این حدیث را ثابت می شود که طبابت با ادرار شتر از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی ندارد و جایز است. جزاکم الله خیر. در اینجا اتاق فرمان خواهش میکنم که شما تماس بینندگان رو زیرنویس بکنید و بینندگانی هم که قصد دارن تماس بگیرن لطف کنید که سوالا رو به صورت مختصر داشته باشین تا زیاد وقت برنامه گرفته نشه. 2 سوال در مورد نماز است، نماز قصر. بیننده گفتن که کارم 100 کیلومتر بیرون از شهر است و هر روز باید بروم، نمازم رو چگونه بخونم؟ آیا جمع بخونم یا قصر؟ و بیننده دیگر هم پرسیدن که در چه مسافتی نماز قصر خوانده می شود؟ در مورد مسافت قصر نظر جمهور علما این است که 80 کیلومتر یا بالاتر از 80 کیلومتر جزء مسافت قصر است. یعنی اگر کسی مسافرتی می رود که بالاتر از 80 کیلومتر است این جزء مسافر شمرده می شود و رخصت سفر برایش ثابت است و قطع نظر از این که این مسافرتش مسافرت راحتی باشد یا مسافرت سختی باشد، با پای پیاده سفر بکند یا با ماشین سفر بکند یا به هر وسیله‌ای که سفر کرده باشد، وقتی که در حقش سفر ثابت شد که فلانی مسافر هست، خارج از شهر هست و این مسافت رو تقریبا طی کرده باشد، این جزء مسافر شمرده می شود و قصر نماز و به صورت کلی رخصت سفر برایش در واقع ثابت هست که بالاتر از 80 کیلومتر باشد و کسی که بیرون می رود از شهر خودش این مسافت را طی می کند در واقع مسافر شمرده می شود و می تواند که نماز را قصر و جمع بخواند. هم قصر ثابت هست و هم جمع ثابت هست برای مسافر. اول اینکه یک فردی که به اصطلاح الان خارج از شهر است این مسافت رو طی کرده دائم السفر باشد، فرض کنید کسی راننده ماشین سنگینی هست همیشه در سفر هست، این هر روز مسافر شمرده می شود، مگر اینکه در یک شهری مثلا
مثلا اقامت بکند و بیشتر از 4 روز یا بیشتر از 2 هفته بنابر مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نیت اقامت رو داشته باشد که در اونجا نماز رو باید مقیمی بخواند. اما تا زمانی که در سفر هست، ولو اینکه دائم السفر باشد، هر روز کارش این باشد که به سفر میرود، حکمش این است که این فرد مسافر هست و از نظر شرعی میتواند که نماز رو قصر و جمع بخواند. منتها زمانی که در نماز با جماعت میخواند، حکمش این است که پیرو امام جماعت باشید. شما وقتی که برای کار میروید یک شهر دیگر، فرمودید که 100 کیلومتر فاصله وجود داره، در اون شهر وقتی که نماز میخونید با جماعت، شما پیرو امام جماعت هستید. امام جماعت اگر که به اصطلاح مقیم هست، شما نماز رو باید به صورت کامل بخونید. اگر امام مانند شما مسافر هست 2 رکعت خوند، شما همون 2 رکعت رو بخونید و اگر تنها نماز خوندید، باز هم نمازتون همون 2 رکعت هست. و اما در صورتی که با جماعت میخونید، نماز رو به صورت کامل باید بخونید. جزاکم الله خیر. اولین تماسی بیننده رو بس کنید. اتاق فرمان. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من سوال بودم که زنی که تونی شوهری که تونی زنش بگه که جواب بیننده گرامی، صدا شما رو نداریم در استودیو. اما زنی که شوهر ببخشید، دوباره از اول سوال بپرسین. لبه نفهمیدم. سوالتون رو نگرفتیم از اول، دوباره بپرسین. شوهرش جواب چند بار بگه جواب من گم نیت همین جواب میشه نه؟ نفهمیدم، دوباره از اول بپرسین لطفا. زنی که شوهر بگه که جواب بگه 3 بار مرا جواب بگه جواب میشه نه؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه تشکر زیاد. سلامت باشین. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام. بخشین ظاهرا تماسشون قطع شد. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی، تماس شما وصله، لطفا صحبت کنید. من از بینندگان همیشه خواهش میکنم وقتی که تماس میگیرن صبر نکنن صدا از تلویزیون پخش بشه، چون صدا دیرتر میاد و همین باعث میشه که تماس هم قطع بشه و مشکل پیش بیاد. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. آقای سوالی دارم. بفرمایید. سوالتون؟ ما در مورد موضوع طلاق. بله. یعنی کسی اگر 3 طلاق یک مرد و زنی بود، شما به 3 طلاقی طلاق میشه یا نمیشه؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه، فقط همین که یعنی 3 طلاق به یه لفظی گفت که زنش گفت شما به 3 طلاق هستی، آیا 3 طلاق واقع میشه یا نه یکی واقع میشه یا 2 واقع میشه؟ درست. سوالتون واضح است. تشکر از شما. تماس بعدی. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی لطفاً صحبت کنید. دارن تماسشون قطع شد. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلام خدمت شما مولوی عبدالقدوس از دهقان. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. سوالتون؟ یه چند تا سوال داشتم. من اولی سوالم اینه که آدم که وضو داشته باشه یه جای از بدن آدم زخم بشه، خونی بشه، آیا خون جاری بشه؟ چقدر مثلا خون داره وضو آدم میشکنه؟ و بعدش هم اگر حواست نباشه یه دستمال خونی یه چیزی تو جیبتون باشه، آیا اون نمازتون درست نیست هست؟ بعد سوال بعدی من اینه که امامای 4 تا مذهب اهل سنت مال کدوم کشورها بودن؟ ممنون. دست شما درد نکنه. خدا. درست. تشکر از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید.
السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. برادر یک سوال دارم. فرق بین آذان و اقامه چیست؟ فرق اذان با اقامه. بله تشکر. تشکر از شما. سوال دیگه ندارین؟ سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. الو. بفرمایید، صدای شما وصله، لطفاً صحبت کنین. برنامه به سال حق. به سال حق و سال شریعتون لطفاً. ببخشید میخواستم بدونم نمازهای سنت رو قبل از نماز واجب بخونیم یا بعدش؟ یعنی همه سنت ها دیگه، همه واجب ها و فرض ها؟ بله. سوال دیگه هم دارین؟ نه خیلی ممنون، تشکر. سلامت باشین، تشکر از شما. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، وقت شما بخیر. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. ببخشید یه سوال داشتم خدمت استاد بزرگوار. بفرمایید. من و همسرم چند سال ازدواج کردیم، بچه دار نمیشدیم. خب حالا رفتیم دکتر، ببخشید معذرت میخوام، اسپرم منو با تخمک همسرم مخلوط کردی، جنین تشخیص شد. خب این جنین رو انتقال دادم به همین همسرم. این از نظر شرعی اشکال داره یا نه؟ خواهش میکنم جواب بدید، خیلی ممنون. از رقم اندالله. درست. خدا نگهدار. سلامت، خدا نگهدار شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. الو. بیننده گرامی، صدا شما وصله، لطفاً صحبت کنید. سلام علیکم، شما خوب برادر؟ علیکم السلام و رحمت الله، سلامت باشین، در خدمت شما هستم. یک سوال داشتم. بفرمایید. بارز مذرب، طفل حرامی خداوند طرفدار طفل حرامی نیست. این چطور این پرورش می‌یافت؟ خداوند طرفدار طفل حرامی نیست که خلق شود. یعنی منظورتون چی است؟ یعنی حکم طفل حرامی چی هست؟ یعنی چرا به دنیا می آید؟ به دنیا اومده؟ بیننده گرامی صداشون نیست. دارن تماسشون قطع شد. آخرین تماس بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. بله. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ببخشید من 3 سوال شرعی داشتم. بفرمایید. سوال اولتون؟ یکی سوال اول ما است که برادرم یک ماه میشه فوت کرده. من خودم در اروپا هستم. بعد تصمیم دارم برم به کشور ما. وقتی که برام اینجا خویشاوندام میان برای تسلیت و اینا. بعد چون زمستانم رسید اونجا، پدر مادرم خانهشان کوچیک هسته. گفتم مگه یک مراسم بگیریم به عنوان یکی که مثلا اگه خویشاوندان میخوان بیان برای تسلیت، آیا از نظر حکم شرعی جایز است یا نه؟ مثلا امکان داره شاید غذا هم بتیم چون بعضی از جای دور میان. ببینیم آیا امکانش هست همچین چیزی رو بگیریم یا اینکه مثلا ختم قرآن ما اول در نظر داشتم، بعد میگن که ختم قرآن جایز نیسته. بعد اگه به عنوان یک تسلیت اگه مراسم بگیره غذا بتیم آیا جایز هست یا نه؟ درست. سوال بعدیتون؟ سوال واضح است؟ بعد سوال بعدی ما چون ما در اروپا هستیم، گوشتی که مثلا در کودکستان ها میتن یا در مدارس میتن برای اطفال، آیا این گوشتی که اینا میتن، گوشت گاوش مثلا گوشت مرغش حلال است برای ما یا نه؟ درست. سوال بعدی؟ سوال سوم است که یک مقدار پول مثلا از راه حرام آمده، بعد ما فهمیدیم که مثلا این پول حرام مثلا از راه حرام آمده، بعد به یک جای باید بتی، مثلا به یک صدقه جاریه بتی که او حلال شوه. بعد اگه کسی از خویشاوندان مثل برادر اگه وضعیت مالیش خراب باشه، خوب نباشه، آیا میشه این پول بر از او بتی؟ درست.
تشکر از شما. تشکر میکنم اگه جوابی یاد بگیرم. خیلی ممنون، تشکر. خداحافظ. خدا نگهدار شما. بینندگان عزیز، در اینجا یک میان برنامه میبینیم، دوباره در خدمتتون خواهیم بود. با ما باشین. هفت گروه در زیر عرش کردگار، روز محشر جای بگیرند و قرار، خلق در سختی و رنج و عذاب، مردمان باشند در احوال خراب، مردمان باشند در احوال خراب، لیکن آسایه دارند و نعیم، در پناه لطف رحمان و رحیم، خوشلق و خوشنود با اعمال خود، با سپاس آسوده حال از حال خود، با سپاس آسوده حال از حال خود. اولی هست پادشاه عدل و داد، آن که خلق از او نکردن آه و داد، عدل کرده در جهان بر مردمان، کس نبود از دستی او سوی فغان. دومی باشد جوانی حق شناس، آن که حق را در جوانی کرد سپاس، در جوانی با خداوندی جهان، خو گرفت و کرد طاعت در نهان. سومی آن مردی با مسجد قریب، آن که مسجد دوست دارد با یقین، چون که از مسجد شود یک دم رها، روحی او گردد از جسمش جدا. چهارمی آن مومن بهر خدا، مومن را دوست گیرد از وفا، بهر حق با او سلامی میکند، بهر حق از او جدایی میکند. پنجمی آن کس که در پنهان و راز، با خداوند میکند راز و نیاز، از سری شوق و محبت بر خدا، قطره ای اشک بریزد در قفا، دیدگانش تر شود از شور و شوق، عشق حق بر قلب او مانند تاب. ششمی آن که زن صاحب جمال، سوی خود را بخواند با سؤال، مرد بگوید من بترسم از خدا، خود رها سازد ز دست زن جدا، قلب و جسم و روح پاکش همچو آب، صاف است سرشار از مهر خدا. هفتمی آن کس که اندر این جهان، می کند انفاق در سر و نهان، کس ندارد از سخای او خبر، دست راستش از ید چپ بخبر،
پس بکشیم ای مسلمانان دین تا شویم از 7 گروهی پر یقین روز و شب کشیم اندر این قیام تا به دست آید چنین جای و مقام تا به دست آید چنین جای و مقام 7 گروه در زیر هر شکیلگاه روزی محشر جای بگیرند و قرار 7 گروه در زیر هر شکیلگاه روزی محشر جای بگیرند صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده پرسیدن که خانواده پدرشوهرشون خانه مذهبی هستن و یکی از برادر شوهراشون سنش 35 سالشه، هنوز ازدواج نکرده، اهل خدا و نماز هست، اما بارها متوجه شدن که با زنها رابطه نامشروع داره و زنها رو به خونه میاره. گفتن که باید چیکار کنن؟ در مورد این سوالشون ناقص موندن، یعنی مشخص نبود که یعنی سوالشون چی هست. اما وظیفه این خانواده این است که تا جایی که میتوانند باید سعی بکنند که این فرزندشون رو مجبور به ازدواج بکنند. وقتی که ازدواج نمی کند معنیش این نیست که خودش مشکل دارد یا توانایی ازدواج رو ندارد، بلکه توانایی ازدواج رو دارد، غریزه هم دارد، منتها چون که بی راه رفته نمیخواد ازدواج بکند، مسئولیتی رو قبول بکند. حتما باید تا جایی که برایشون ممکن هست سعی بکنند در اصلاح ایشون و منع بکنند ایشون رو، یعنی به هیچ عنوان نباید اجازه بدند که در منزل ایشون مثلا چنین کاری صورت بگیره. این وظیفه پدر و مادر هست یا حتی بقیه برادرها، خواهرها، بقیه افراد خانواده یک وظیفه عمومی دارند تا جایی که برایشون میسر هست با هر راه و چاره‌ای که میتوانند این فرد رو از این کار منع بکنند و مجال رو برای ایشون بیشتر از این فراهم نکنند که دنبال این بزهکاری برود، بلکه در اولین فرصت ایشون رو به اصطلاح سعی بکنند مقدمات ازدواجش رو فراهم بکنند، ازدواج بدند ایشون رو و در غیر این صورت به هیچ عنوان اجازه ندند که در داخل منزل ایشون مثلا این افراد از خارج بیاره و در اونجا مرتکب این عمل زنا بشود. تمام افراد این خانواده در واقع مسئول هستند و باید به هر نحوی که برایشون ممکن هست از این عمل جلوگیری بکنند. جزاکم الله خیر. بیننده از طریق فیسبوک پرسیدن که در نروژ زندگی میکنن و در اینجا کسی مستحق زکات نیست، آیا میتونن زکات رو به جای دیگه بفرستن؟ بله، هیچ گونه اشکال نداره. اگر در یک شهری که زندگی میکنند افرادی که به اصطلاح مستحق زکات باشند وجود ندارند، میتوانند این زکات رو به کشور خودشون، به خویشاوندان خودشون یا کشوری دیگری بفرستند. هیچ گونه اشکال شرعی و مانعی وجود ندارد. درست. آیا در میان پیامبران از زنها نیز پیامبر بوده یا نه؟ نه، تمامی انبیا رو الله متعال از مردها در واقع انتخاب کرده و بنابر رأی جمهور اهل سنت و الجماعه ذکوریت یکی از شرایط نبوت هست. درست.
آیا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در جای ذکر کرده که خودش گفته باشه من مؤسس مذهب ابو حنیفه هیچ کدام از ائمه به اصطلاح به نیت این که یک مذهبی رو ایجاد بکنند این کار رو انجام ندادند، یعنی مسائل فقهی رو به عنوان این که مذهب خاص خودشون باشه اینو تدوین کرده باشند این گونه نبوده، بلکه مذهب بعدها به وجود آمده. در زمان خود ائمه مذهبی که به نام مذهب امام ابو حنیفه باشه یا در زمان امام شافعی مذهبی که به نام امام شافعی باشه چون این چیزی وجود نداشته، بلکه آرا و اجتهادات ایشان بعدها توسط شاگردان ایشان تبلیغ شده، تدوین شده و نهایتاً به صورت آرا و نظریات امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مثلا معروف شده به نام مذهب امام ابو حنیفه و آرا و نظریات فقهی امام شافعی رحمت الله علیه به عنوان مذهب امام شافعی رحمت الله علیه معرفی و معروف شده. این گونه نیست که خودشون در اول بنای کارشون بر ایجاد مذهب بوده باشه. درست. جزاکم الله خیر. دو تا بینندگان در مورد طلاق سوال پرسیدن. بیننده اول گفتن که اگر شوهر 3 بار بگوید جواب آیا طلاق واقع می شود؟ و اگر کسی در یک لفظ بگوید 3 طلاق آیا چند طلاق واقع می شود؟ بنابر رأی جمهور فقهای اهل سنت و الجماعت، مذاهب اربع اهل سنت و الجماعت، طلاق ثلاثه چه با 3 لفظ باشد، چه با 1 لفظ باشد، چه در 1 جلسه باشد یا در چند جلسه باشد، همان 3 طلاق شمرده می شود. این رأی جمهور اهل سنت و الجماعت هست. منتها در این زمینه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه، ابن قیم و بسیاری دیگر از علمای معاصرین با توجه به روایتی که در صحیح مسلم اومده که طلاق در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم و خلافت حضرت ابوبکر صدیق و 2 سال از خلافت سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه طلاق ثلاثه 1 طلاق شمرده می شود و بعد از اون که در زمان سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه مردم بی‌رویه از آن استفاده می‌کردند و سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه به عنوان یک حکم حکومتی یا یک نوع تعزیری و یک نوع برای اصلاح در واقع طلاق ثلاثه رو همون 3 طلاق در واقع معرفی کردند و بقیه علما از ائمه مذاهب اهل سنت و الجماعت یعنی مذاهب چهارگانه بر همان فتوای سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه یا بر همان حکم اداری سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه عمل کردند و طلاق ثلاثه را همون 3 طلاق می‌دانند. اما برخی از علما مانند شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه و دیگران با توجه به این روایت که در صحیح مسلم هست طلاق ثلاثه رو در صورتی که با 1 لفظ باشه یا در 1 جلسه باشه 1 طلاق حساب، 1 طلاق رجعی حساب می‌کنند. اما مذهب امام ابو حنیفه و بقیه مذاهب اهل سنت و الجماعت این است که همان نیتی که طلاق دهنده داشته، یعنی با توجه به عددی که استفاده کرده گفته 3 طلاق هستی در 1 لفظ یا گفته طلاقی همان 3 طلاق را واقع می‌دونند. درست. جزاکم الله خیر. اگر جایی از بدن زخم شود و خون جاری شود تا چه اندازه خون جاری شود وضو میشکند؟ در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که خون یکی از شکننده های وضو در واقع شمرده می شود، معیارش رو این قرار دادند که خون بر پوست بدن جریان پیدا بکنه، یعنی ظاهر بشود و از محل زخم در واقع تعدی بکند و به پوست برسد. بدین معنی که اگر یک جای زخم شد و خون فقط نمایان شد و جاری نشد یعنی وضو نشکسته، خونی که مرده زیر پوست هست اینجا در واقع شکسته وضو رو نمیشکند. یا حتی بنابر برخی از روایات فقهی اگر کسی خون را خودش به زور خارج کرد از بدن خودش، یعنی یک دانه‌ای بود گونه که از حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی نقل شده و این رو فشار داد خونی یا چرکی از اون خارج شد، این وضو رو نمیشکند. اگر خروج خون در دهان باشه به گونه‌ای که آب دهان غالب باشه باز هم جزء شکننده‌های وضو در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شمرده نمیشد. اما اگر خون از جای خارج شد، از بدن خارج شد و جریان پیدا کرد، در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وضو میشکند. اما در بقیه مذاهب اهل سنت و الجماعت باز هم این جزء شکننده های وضو شمرده نمیشود به دلیل اینکه در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه با جراحاتشون وقتی که یصلون فی جراحاتهم معنیش این است که با زخم هایی که از آن خون جاری میشد، وگرنه اگر در جنگ ها وگرنه اگر خونی جاری نمیشد
میشد استدلال از اون در واقع ممکن نبود. و همچنین 2 نفر صحابی که نگهبانی میدادند و از یکی از اونها در نماز بود و در هنگام نماز زخمی شد، اما نماز خودش را و قرائت قرآن رو ترک نکرد. بدین معنی هست که از دیدگاه عموم فقهای اهل سنت و جماعت خون جز اشکننده های وضو نیست. اما در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله که این جز نجاسات هست و با خروج نجاست وضو میشکند، معیارش اون چیزی هست که قبلا عرض کردم. درست. اگر دستمال خونی در جیب باشد و نماز خوانده شود اشکالی ندارد. اگر نمیدانست و با دستمالی بدن خودش را یا مثلا جایی رو که زخمی بود پاک کرده بود و در جیبش بود، اشکالی نداره و نمازش صحیح است. درست. بیننده پرسیدن در مورد اینکه امام های اهل سنت 4 مذهب اهل چه کشورهایی بودن، اگرچه که در زمان قدیم وضعیت به این حالت نبود و کشور فقط امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اون گونه که در به اصطلاح بیوگرافیش ذکر شده اهل به اصطلاح فارسی زبان بودن در اصل و در برخی از کتاب‌ها اومده که ایشون اصالتاً یعنی اهل کابل بودند و بعداً خانوادهشون هجرت کردند و خودشون در کوفه به دنیا آمدن. در سال 80 هجری در شهر کوفه به دنیا آمدن و در عراق. بله. و امام مالک رحمت الله علیه معروف است امام به اصطلاح اهل مدینه هستند و خودشون اهل مدینه بودند و در سال 93 هجری به دنیا آمدن. امام شافعی رحمت الله علیه در سال 150 هجری در غزه به دنیا آمدند یا بنابر برخی از روایات هم گفته شده که در یمن به دنیا آمدند امام شافعی رحمت الله علیه. و امام احمد هم رحمت الله علیه در سال 164 در بغداد و در عراق به دنیا آمدند. جزاکم الله خیر. فرق بین اذان و اقامه در چی؟ اذان و اقامه اساساً اذان به معنی اعلان دخول وقت است. یعنی حکمتی که در مورد اذان هست، اذان گفتن به معنی اعلام برای دخول وقت و آمادگیری برای نماز جماعت است. و اقامه متصل با اقامه نماز در واقع همون گونه که گفته میشد اقامه یعنی برپا داشتن نماز، برپا شدن نماز و فلسفه اقامه یعنی اعلام شروع شدن نماز هست. کسانی که در مسجد هستند یا پیرامون مسجد هستند و اقامه رو میشنوند در واقع اعلام میشود برای اونها با این ندا و با اقامه که در واقع الان نماز بلافاصله در واقع شروع میشود و برای نماز آماده بشوند و صفها رو در واقع راست بگیرند. اما خود اذان در اول وقت گفته میشود و فلسفهش اعلام دخول وقت نماز هست. درست. جزاکم الله خیر. بیننده گفتن که نماز سنت را قبل از واجب بخوانند یا بعد از آن؟ تفاوت داره که نمازهایی که قبل از نمازهای به اصطلاح فرض هستن مانند 2 رکعت نماز قبل از فجر، نماز سنت صبح که قبل از فجر هست و 2 رکعت یا 4 رکعت قبل از نماز ظهر که سنت های قبلی هستند، اینا قبل خونده میشن. اما 2 رکعت نماز سنت بعد از ظهر یا سنت بعد از مغرب یا سنت بعد از عشاء اونها بعد از نماز فرض خونده میشن. درست. جزاکم الله خیر. یعنی گفتن که چند سال ازدواج کردن و بچه‌دار نمی‌شدن، دکتر از طریق القای مصنوعی که اسپرم مرد را با اسپرم همسرش مخلوط میکنه و بعد از تشکیل جنین در رحم قرار میده، جنین را تلقیح به اصطلاح مصنوعی یا باور کردن به اصطلاح مصنوعی از نظر شرعی فقط در صورتی که ایشون ذکر کردن اشکال شرعی و ممانعت شرعی ندارد. یعنی زن و شوهری از طریق طبیعی زن به اصطلاح باردار نمیشوند، نمیتوانند بچه دار بشوند و از طریق مصنوعی نطفه خود این مرد را با نطفه خود این زن در رحم خود این زن به اصطلاح قرار میدهند. یعنی بیرون از رحم این بارور می شود، تلقیح صورت می گیرد و بعداً اینو منتقل می کنند به خود این زن. از نظر شرعی این یک موردش از نظر شرعی جایز هست. اما اگر نطفه مال یک کسی دیگری باشد، مال مرد دیگری باشد یا تخمک مال زن دیگری باشد یا این که این جنین رو در رحم یک زن بیگانه دوباره به اصطلاح جاگذاری بکنند، این از نظر شرعی حرام هست. اما این که تخمک از خود زن هست و اسپرم خود این مرد هست و در رحم همسر خود این مرد در واقع کاشته می شود و تلقیح صورت می گیرد، در این صورت از نظر شرعی اشکالی ندارد، جایز هست و این فرزند مانند فرزندی هست که از راه طبیعی و به صورت طبیعی به اصطلاح حمل صورت گرفته باشه و به صورت طبیعی زایمان شده باشه و تمام حقوق شرعیش دقیقاً مانند یک بچه طبیعی هست. درست. جزاکم الله خیر.
بیننده گفتن که در اروپا زندگی میکنن، برادرشون 1 ماه است که فوت کرده و الان میخوان برای تسلیت و تعزیت به کشور برگرده. گفتن طبیعیه که مهمونا و اقوام میاین به دیدنشون، آیا میتونن یک مراسم بگیرن و غذا بدن و حتی جلسه ختم قرآن بگیرن؟ تعزیه به اصطلاح گفتن نیازی به جلسه نیست، خصوصا الان که 1 ماه از آن گذشته. همین که با یک تلفنی با زنگی زدن به شما، تسلیتی گفتن، پیامی رو فرستادن از طریق واتساپ یا از طریق دیگری، این در واقع همون تعزیه شرعی شمرده می شود. یعنی یکی از حقوق برادر مسلمان این است که در مصیبت ما اون رو تسلیت بگوییم، در کنارش باشیم، تسلی بدهیم به کسانی رو که دچار مصیبت می شوند. اما این که حتما باید یک جای جمع بشوند و مراسمی گرفته بشود به عنوان مراسم ختم قرآن، این از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. یعنی ثابت نیست و بدعت هست که جلسه به اصطلاح ختم قرآن گرفته بشود و نیازی نیست که اجتماع بکنند و نیازی نیست که غذا بدن. اما بالفرض وقتی که شما رفتید بالفرض به کشور خودتون، در خونه خودتون در افغانستان، خویشاوندان شما اومدن منزل شما بدون اینکه شما اعلام بکنید من جلسه ترحیمی دارن، جلسه ختم قرآنی دارن، اومدن در خونه شما جمع شدن، به شما تسلیت گفتن و چند نفر هم از راه دور اومده بودن، شما به عنوان به اصطلاح رسم مهمان نوازی بهشون غذایی دادید، این از نظر شرعی اشکالی نداره. کسی رو که در منزل شما هست برای تسلیت شما اومده و شما بهش غذا دادید، این از نظر شرعی اشکال ندارد. اما این که شما به عنوان رسم مثلا 3 روزش یا 4 ماه و چلهش مراسمی رو بگیرید، دعوتی بگیرید و مردم رو دعوت بکنید، این جز موارد بدعت هست که نباید چنین کاری رو انجام بدید. اما اگر کسی خونه‌تون اومد، وقت یعنی چایی شما به اون دادید، غذایی به اون دادید، بدون اینکه اعلام کرده باشید که یک مراسمی دارید، بدون اینکه 44 ماهی رو زنده کرده باشید، این از نظر شرعی جواز دارد. درست. جزاکم الله خیر. بیننده گفتن که در اروپا در کودکستان ها و مدارس به اطفال غذایی میدن که در آن گوشت استفاده می شود که مصدرش معلوم نیست، استفاده از آن چطور می‌کنید؟ اگر گوشت به اصطلاح حیوانات اهلی هست، مانند گاو و گوسفند هست یا مرغ هست و در کشوری هست که عموما مردم اهل کتاب هستند، یعنی مسیحی هستند و حیوان رو وقتی که ذبح میکنن سر اون حیوان رو میبرند و خون جریان پیدا میکنه، در این صورت ذبیحهشون جایز هست، میتونید از آن استفاده بکنید. اما اگر مطمئن هستید در یک کشوری هستید که سربریدن حیوان به اصطلاح از نظر قانونی مجاز نیست و با شوک برقی به طور مثال حیوانات رو میکشند یا با ضربه چکش بر سرشون حیوانات رو میکشند و ذبح شرعی صورت نمیگیرد، یعنی اینکه گردن حیوان و حلقوم حیوان رو نمیبرند، در این صورت استفاده کردن از چنین گوشت‌های تفاوتی نداره که چه در کشور اسلامی باشه یا غیر اسلامی. زمانی که ذبح غیر اسلامی باشد، یعنی حیوان رو با شوک برقی کشته بشود یا اینکه با ضربه بر سرش زده بشود و بیهوش بشود و سرش را نبرند، در این صورت این در واقع حرام هست و جایز نیست. اما اگر میدانید که ذبح شرعی میشود به معنی که سرش بریده میشود، اگر که اهل کتاب هستند، در این صورت خوردن از اونها جایز هست. اما در هر صورت اگر برایتون میسر هست احتیاط بکنید، اون اولاتر و بهتر هست. جزاکم الله خیر. بیننده گفتن که پولی از راه حرام به دست آمده است و نمیشه از آن استفاده کرد، آیا و باید به جای دیگری یا به کسی دیگری داد؟ آیا میشه به برادر که نیازمند است داد؟ پول حرام رو اولا انسان نباید کسب کند، یعنی به این نیت جایز نیست که انسان پولی رو کسب بکند، به این نیت خودش میداند که حرام هست و میگه من خودم استفاده نمی کنم، این مال رو به کسی دیگر میدم. خود همین کسب شما کسب حرامی هست، یعنی شما با کسب این مال از طریق حرام دچار گناه شدید. الان دوباره اگر این مال رو استفاده کردید، اون گناه دیگری هست. اما خود همین کسب شما هم یک کسب در واقع حرام هست. با همین کسب حرام که این مال رو از طریق نامشروع کسب کردید، شما در واقع یک امر خلاف شرع رو انجام دادید، چه این مال رو خودتون استفاده بکنید چه به یک فرد دیگری رو بدهید. اگر این کسب حرام شما میدونید که مال یک فرد مسلمان دیگری هست یا حتی مال غیر مسلمانی هست، شما از راه غیر مشروع و غیر قانونی این مال رو تصاحب کردید، این مال رو باید به خود صاحبش برگردانید. اگر به این خاطر حرام هست که مال کسی دیگر رو شما تصاحب کردید، این مال رو به اون فرد باید بازگردانید. جایز نیست که رو به برادرتون یا فقیر و مساکین دیگری بدهید. اما اگر از راه حرام هست، به این معنی که یک معامله نامشروع انجام گرفته،
یک معامله نامشروعی انجام گرفته، مانند مثلا سود بانک هست و از پول خودتون هست، این گونه نیست که مال کسی دیگر رو شما تصاحب کرده باشید. در این صورت برای این که شما از مال حرام خودتون را پاک بکنید و استفاده نکنید، می توانید آن را به کسی دیگر بدهید، نه به نیت صدقه، نه به نیت احسان، بلکه به نیت دفع مال حرام. در اون صورت می توانید این رو به هر کسی که خواسته باشید میتونید بدهید، چه از خویشاوندانتون باشند، خواهر و برادرتون باشند یا افراد دیگری باشند. به هر کسی که اون مال را بدهید از نظر شرعی از عهده شما دیگه ساقط خواهد بود و جایز هست. جزاکم الله خیر، خسته نباشین. تشکر میکنیم از شما. از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و در اینجا پایان برنامه رسیدیم. تا یک دیدار دیگه همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤال